درود بر شما بینندگان گرامی. امیدوارم که حالتون خوب باشه و در هر جای این کره خاکی هستید خوب و سالم و سلامت باشید. برنامه‌ای که امروز می‌خوایم با شما داشته باشیم، شما عزیزان، کسایی که ما را در این برنامه همراهی میکنن و واقعا نهایت تشکر ازشون داریم. امیدوارم که بتونیم یک قدم کوچیکی برای آگاهی و همچنین افشا کردن این جنایت هایی که در کشورمون ایران یک عده مرتکب میشن قدم کوچیک برداشته باشیم. برنامه امروز شاید بی مناسبت با اتفاقهایی نباشد که این روزها در کشورمون ایران شاهدش هستیم. کسایی که به خاطر معیشت، به خاطر نان اعتراض دارن و به خاطر گرانی اعتراض دارن و در کف خیابون هستن و جونشون رو در این راه میگذارن، عده‌ای به نام سپاهی، بسیجی یا هر نیرویی که وابسته به دولت جمهوری اسلامی هست اینا را سرکوب میکنه و واقعا شرایطی به وجود آورده که فکر نمی کنم در هیچ جای دنیا چنین خفگانی برای مردم ایجاد کرده باشم. برای همین ما میخوایم امروز با مهمان عزیزی درباره تاریخچه و عملکرد جنایت‌ها و کلا ماهیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را از آغاز تا این رو امروز که البته جنایت هاشون کم هم نیستن و طبیعتا در یکی دو برنامه نمی گنجن با شما عزیزان در میون بذاریم. قبل از اینکه مهمون برنامه به ما ملحق بشن، مایلم که مقداری در مورد تاریخچه سپاه پاسداران و همچنین اینکه چرا تشکیل شد، هدفش تشکیلش چی بود و اینکه نهایتاً در اینکه در امروز هستیم به چه ارگان‌هایی تقسیم شده که و فعالیت‌هاشون به چه صورت انجام میشه. سپاه پاسداران بر مبنای وجودیش دفاع از انقلاب و ارزش‌های اسلام ناب محمدی در ایران بود که امروزه نه تنها در ایران بلکه در کل خاورمیانه تبدیل به یک هیولایی شده که موجودیتش یا وجود اون منطقه، مردم دنیا، محیط زیست و زندگی همه را به خطر انداخته. البته در ابتدای این که بعد از انقلاب سپاه پاسداران میخواست تشکیل بشه، دلیلش این بود که دولت موقت که به دلیل فروپاشی قوای انتظامی و نظامی ابزار لازم برای حاکمیت بر کشور رو نداشت، تصمیم میگیره که یک نیروی به نام گارد ملی را به وجود بیاره. برای همین حسن لاهوتی به حکم روح الله خمینی برای تشکیل این نیرو انتخاب میشه. اما موقع محمد توسلی اسم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را برای این ارگان پیشنهاد میده که پذیرفته هم میشه. در حکم خمینی تأکید شده بود که سپاه پاسداران حتما باید زیر نظر دولت موقت فعالیت کنه و هدف از تشکیلش هم کنترل شهرها و روستاها و جلوگیری از حرکت‌ها یا شورش‌های مردمی و جلوگیری از حمله مردم به مؤسسات دولتی، مرکز عمومی و سفارتخانه‌ها و همچنین در بین رسوخشون یا نفوذشون در بین مردم، در بین صفوف مردم دارای جاسوسی یا اینکه راپورت دادن فعالیت‌های مردم و همچنین اجرای دستوراتی که دولت موقت به این سپاه پاسداران میده که البته اجرای احکام در دادگاه‌های اسلامی از مهمترین وظایف بود که در ابتدای انقلاب این ارگان به عهده داشت. در همون موقع دولت موقت ابراهیم یزدی را به عنوان معاون نخست وزیر در امور انقلاب مأمور میکنه که با حسن لاهوتی اشکوری برای تشکیل این نیرو همکاری کنه.
که اساسنامه این نیرو را در اواخر بهمن 1357 در باغشا، در همون زمانی که در خیابونها مردم برای جمع‌آوری، یعنی این گروه برای جمع‌آوری سلاح‌هایی که در حین انقلاب در دست مردم افتاده بود مشغول بودن، این نیرو، این عده جمع میشن که افرادی بودن که در جلسه‌ای که در پادگان عباس‌آباد در 9 اسفند 57 تشکیل شد تصمیم میگیرن که این ارگان را تشکیل بدن. افرادی که تو این جلسه شرکت کرده بودن اشخاصی مثل ابوشریف، محسن رفیق دوست، مرتضی الویری، علی محمد بشارتی، محمد غرضی، حسن جعفری، علی فرزین، زرابی، هاشم سباقیان، تهرانچی و علی دانش منفرد بودند که در این جلسه علی دانش منفرد به عنوان فرمانده سپاه پاسداران انتخاب میشه و محسن رفیق دوست مسئول تدارکات و بشارتی مسئول اطلاعات، مرتضی الویری مسئول روابط عمومی این ارگان انتخاب میشن. اونها با جلب همکاری عده‌ای از اعضای انجمن‌های اسلامی دانشجویان ایرانی در آمریکا و کانادا ساختمان ساواک در خیابون سلطنت آباد که امروزه خیابون پاسداران هست رو مقر اصلی این ارگان قرار میدن و مراکزی چون هنگ نوجوانان، مکان مورد استفاده برای دانشگاه امام حسین و دافوس، دانشکده فرماندهی و ستاد کنونی سپاه و پادگان سعدآباد با کمک عده‌ای از جمله برخی تکاوران تیپ نوهد به جذب و آموزش سیاسی، عقیدتی و نظامی داوطلبان مشغول میشن. همزمان با تشکیل سپاه پاسداران گروه‌های مسلح موازی نیز به طور خودجوش برای حفظ انقلاب تشکیل شده بودند که این ارگان هایی که تشکیل شده بودن، این گروه های مسلحی که تشکیل شده بودن، درسته که اینا جزء سپاه نبودن ولی به موازات سپاه پاسداران فعالیت میکردن که این گروه ها شامل گارد انقلاب در پادگان جمشیدیه به سرپرستی عباس آقازمانی که مورد حمایت موسوی اردبیلی بود و گارد دانشگاه ها یا پاسا به سرپرستی محمد منتظری و مورد حمایت سید محمد بهشتی بود که این گروه عمدتاً عده‌ای از عناصر مبارز را که در لبنان آموزش چریکی دیده بودند به کشور برگشته بودند و شامل این گروه می شدند که محسن آرمین از جمله اعضای گارد دانشگاه بودند و گروه نیروهای مسلح سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به سرپرستی محمد بروجردی که حامی اینا مرتضی مطهری بود. وجود این 4 گروه مسلح که موازات سپاه پاسداران فعالیت می‌کردند باعث شد که یک سری اختلاف‌ها و استهلاک‌هایی را به وجود بیاره. این مسئله در شورای انقلاب مطرح شد و تصمیم گرفتن که هاشمی رفسنجانی تصمیم گرفت که با هماهنگی که بین گروه ها به وجود میاره و اونا را یک پارچه بکنه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تشکیل بده. بعد از اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یعنی یک گروه یا ارگان و نهادی با این عنوان تشکیل شد، تصمیم گرفتن که 120 میلیون تومان بهش بودجه اختصاص بدن. بعد اینکه بودجه را به سپاه از سوی دولت موقت اختصاص دادن، این گروه قدرتمندترین ارگان در کشور شد که بقیه ارگان ها یا اون چند تا گروهی که به موازات این حرکت می کردن مجبور شدن که به این نیروها ملحق بشن. در تاریخ 18 فروردین 58 همه این گروه ها با سپاه پاسداران ادغام شدند و یک شورای 12 نفره تشکیل شد. اعضای این شورا عبارت بودند از عباس زمانی، جواد منصوری، عباس دوزدوزانی، محمد منتظری، یوسف کلاهدوز، محمد کاظم موسوی بجنوردی، مرتضی الویری، محمد بروجردی، محسن رضایی، محسن رفیق دوست،
علی دانش منفرد و اکبر هاشمی رفسنجانی که در این شورا باز جواد منصوری به عنوان فرمانده سپاه انتخاب شد و به فاصله اندکی از او عباس آقازمانی مشهور به ابوشریف فرماندهی سپاه پاسداران و فرماندهی عملیاتی سپاه پاسداران را به عهده گرفت. پس از ادغام محسن رضایی، محسن رفیق دوست و عباس دوزدوزانی به دیدار خمینی در قم رفتن و خواستن که سپاه پاسداران مستقل از دولت موقت باشه. یعنی دیگه عرض کردم که یکی از شرطایی که در حکم خمینی بود این که سپاه پاسداران زیر نظر دولت موقت باشه. این از چند نفر رفتن قم و از خمینی خواستن که دیگه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی زیر نظر دولت موقت نباشه و به صورت یک ارگان مستقل عمل کنه. در این دیدار خمینی برخلاف جهتگیری پیشین خودش که گفته بود حتما باید این اتفاق بیفته، دستور تشکیل سپاه پاسداران رو زیر نظر شورای انقلاب اسلامی رو صادر میکنه. بعد این فرمان گروه 12 نفره اساسنامه ای را در 9 ماده و 9 تبصره تهیه میکنند که به تصویب شورای انقلاب میرسه. پس از اون شورای انقلاب یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تشکیل میدن که اینا اعضای اون احکام خودشون مستقیما از شورای انقلاب دریافت میکردن و این شد که در 2 اردیبهشت 58 سپاه پاسداران با انتشار یک بیانیه رسما موجودیت خودش رو اعلام کرد. تا سال 2011 سپاه پاسداران حداقل 250,000 پرسنل نظامی شامل نیروی زمینی، هوافضا و نیروی دریایی داشت. نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جزء اولین نیروهایی بودند و که در حال حاضر هم وظیفه کنترل عملیاتی خلیج فارس را بر عهده دارند. همچنین شبه نظامیان بسیج که حدود 90,000 پرسنل فعال داره که این کنترل میکنن اینا را و بازوی رسانه‌ای سپاه نیوز هم این اشخاص هست. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از زمان پیدایشش به عنوان یک نیروی شبه نظامی با ماموریت ایدئولوژیک تقریبا در همه ابعاد جامعه نقش پررنگ داشته. رویترز در سال 2019 اظهار داشت که سپاه مثل یک امپراتور صنعتی با یک نفوذ سیاسی هستش. نقش اجتماعی، سیاسی، نظامی و اقتصادیش چنان گسترده است که قابل تصور نیست. البته در دوره دولت احمدی نژاد به ویژه در زمان انتخابات ریاست جمهوری ایشون در سال 88 سرکوب اعتراضات بعد از انتخابات چنان به شدت صورت گرفت که تحلیلگران غربی این استدلال کردند که قدرت سیاسی سپاه پاسداران در ایران حتی از روحانیت شیعه هم جلوتر هستش، برای اینکه کنترل کشور در سرکوب‌های دوره احمدی نژاد 100% به عهده سپاه پاسداران، یعنی از اون موقع شروع شد که البته در حال حاضر هم همه ما شاهد هستیم که هر اعتراضی میشه نیروهای سپاه و بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شهرهای مختلف به اون شهرها برده میشن که بتونن به راحتی مردم رو سرکوب بکنن و اون منطقه رو کنترل کنن. فرمانده کل سپاه از سال 2019 حسین سلامی هستش که محمد علی جعفری و یحیی رحیم صفوی به ترتیب در سالهای 76 و 86 قبل از حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران بودند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از طرف دولت‌های بحرین، عربستان سعودی و ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشه. در 19 فروردین 1398 ایالات متحده آمریکا رسما سپاه پاسداران را به عنوان یک گروه تروریستی
اعلام کرده. وقتی دولت آمریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان تروریست اعلام کرد، در درود بر شما آقای تحمورس زمانی، خوش اومدید به برنامه و اگه مایل هستین سلام علیک بکنید با دوستان که من برنامه ادامه صحبت هامو بگم. تشکر از شما و دعوتتون. میفرمایید. خواهش میکنم. عرض کردم سپاه پاسداران در 19 فروردین 1398 توسط ایالات متحده آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی اعلام شد. جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه یک واکنشی نسبت به این عمل انجام بده، اومد دولت آمریکا، ارتش آمریکا را در خاورمیانه و شرق آفریقا را تروریستی اعلام کرد و البته بعد از اینکه قاسم سلیمانی ترور شد، در یک طرح سفارتی در مجلس ایران نماینده ها پنتاگون، ارتش آمریکا و همه شرکت ها و نهادهایی که زیر مجموعه اون بودن رو به عنوان تروریست اعلام کردند. بعد از اون دولت موظف شد که برای اینکه بتونه این نیرو را بیشتر تقویت بکنه 200 میلیون یورو به سپاه قدس اختصاص داد. سپاه پاسداران در حال حاضر با 5 نیرو فعالیت‌ها و ماموریت‌های مختلفی را انجام میده به صورت تفکیک شده. البته اینا کاملا در موازات هم دیگه، یعنی مکمل هم هستن، ولی در حوزه‌های مختلف با هم دیگه کار میکنن، مثل نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان بسیج مستضعفین. البته سپاه در همه شهرها دارای قرارگاه‌هایی هست که در شهرهای مختلف این قرارگاه‌ها وجود دارن که چند تا از اونا من میگم بهتون. قرارگاه کربلای جنوب غرب ولیعصر خوزستان، ابوالفضل لرستان و فتح کوکیل بویراحمد، قرارگاه مدینه امام سجاد هرمزگان، فجر فارس و امام صادق بوشهر، قرارگاه قدس جنوب شرق سارالله کرمان و سلمان سیستان و بلوچستان، قرارگاه سیدالشهدا صاحب زمان اصفهان، قمر بنی هاشم چهارمحال بختیاری و القدیر گیز، قرارگاه غرب نجف اشرف نبی اکرم کرمانشاه انصارالحسین همدان امیرالمومنین ایلام، قرارگاه شمال غرب حمزه سیدالشهدا خدای آذربایجان غربی و بیت المقدس کردستان، قرارگاه آشورای آذربایجان شرقی انصارالمهدی زنجان حضرت عباس اردبیل و قرارگاه‌های دیگه. فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از روزی که تشکیل شد، در ابتدای صحبتام عرض کردم که اولین کسی که فرمانده سپاه پاسداران انتخاب شد جواد منصوری بود، بعد عباس آقازمانی، بعد دوباره جواد منصوری، بعد دوباره عباس آقازمانی و عباس دوزدوزانی، محسن رضایی، سید یحیی رحیم صفوی، محمد علی جعفری و حسین سلامی. اگه توجه کرده باشید تقریبا تا یعنی منصوری، آقازمانی و دوزدوزانی و رضایی و رحیم صفوی دقیقا اینا کسایی هستن که 12 نفری بودن که نشستن و در مورد اساسنامه این ارگان با هم صحبت کردن. و فکر می‌کنم اطلاعاتی که تا اینجا دادم شاید خیلی جامع و کامل نبوده باشه، ولی فکر می‌کنم کافی باشه. در ادامه بحث بیشتر مایل هستم که آقای تحمورس زمانی که امروز قبول زحمت فرمودن و در این برنامه حضور دارن ما را بیشتر با اطلاعاتی که در مورد سپاه پاسداران و فعالیتاش هست طبیعتاً آگاه خواهد کرد. آقای زمانی ضمن عرض خیر مقدم به شما
سوالی که در ابتدای برنامه میخوام از شما بپرسم اینه که سپاه پاسداران در از گذشته سپاه پاسداران، غیر از حالا یه خلاصه‌ای که من در مورد پیدایشش و اینکه هدفش چه بود صحبت کردم، اینکه از گذشتهش، از فعالیتاش، کلا از تاریخچه‌اش اگر شما لطف کنید یه اطلاعاتی به ما بدید ممنون میشم. با سلام به شما و سلام به بینندگان برنامه‌تون. در جواب این سوال شما، بعد از اینکه انقلاب شد بنا به توصیه اطرافیان خمینی برای حفظ انقلاب، اینها مجبور شدن یه ارتشی، یه گاردی درست کنن که حفاظت کنه از انقلاب در مقابل کودتا و در مورد خطراتی که ممکنه به حساب این خطرات وجودش به خطر بندازه جریان انقلاب را. در اوایل بازرگان رو دار دستش مسئله یک گارد ملی را پیش بینی کردن و پیشنهاد دادن. بعد گروه های مختلف اطراف خمینی گروه های مختلفی را انداختن. آقای لاهوتی جریانی را انداخت که مرکزش تو باغ شاه بود. بعد آقای دارودسته بازرگان، یکی از مراکز ساواک در سلطنت آباد اون موقع، الان شده بس که پاسداران، اونجا را مقر خودشون قرار داده بودند. و آقای عباس زمانی و عباس آقا زمانی و چند نفر دیگه، همین بروجردی بود، شخصی به نام حسین بروجردی که بعدها یکی از پایه‌گذاران همین سپاه شد، اینا هم در پادگان جمشیدیه با هم دیگه فعال بودند. که بعدها این گروه ها مجبور شدن که، یعنی خمینی مجبورشون کرد که در هم ادغام بشن و یک جریانی را به نام سپاه پاسداران راه بندازن. همون زمان آقای موسوی اردبیلی که یکی از نزدیکان خمینی بود و با بهشتی یکی از افرادی بودن که با آمریکاییان مذاکره میکردن در زمان وقوع انقلاب، اون یه صحبت خیلی جالبی کرد. گفتش که موقعی که بحث بر سر این سپاه بود و ایجاد سپاه، این گفتش یه کاری نکنیم اینها مثل ینیچریا بشن که برامون اسباب دردسر بشن. که الان میبینیم حرفی که اون زمان آیت الله اردبیلی زد درست بود تا اندازه‌ای. ینیچریا یک واحدی بود در ارتش‌های عثمانی که اینها افراد کودکان را از کشورهای تحت کنترلشون، کشورهای مسیحی می آوردن. بعد این کودک ها می سپردن به خانواده ترک که به حساب مسلمانش کنه و ترک با آداب و رسوم ترک بزرگش بکنه. این جوان موقعی که 20 ساله می شد وارد اون واحد ینیچری ارتش می شد و تا 40 سالگی در ارتش بود. در طی این 20 سال ایشون میبایست به حساب آینده خودشو تأمین کنه، بازنشستگی خودشو تأمین کنه. به خاطر همین اینها همه علاقمند بودن که پادشاه وقت یا خلیفه وقت به جنگ‌های مختلف بره که در اون جنگ‌ها اینا بتونن یک قتل و غارتی بکنن و یک چیزی به دست بیارن برای آیندهشون. و اواخر طوری شده بود که اینها می آمدن، پادشاهی اگه علاقمند نبود به اینکه حمله به جایی بکنه یا اینکه فتوحاتی انجام بده که اینها به نون و نوایی برسن، اون شخص عوضش میکردن. آخرم یکی از پادشاهان مثل محمود دوم بود از همین خلفای عثمانی که یک با اینا به مذاکره پرداخت که آقا خواست اینا در ارتش ادغامشون کنه، این واحد از بین ببره، که اینا موافق این مسئله نبودن، سر به شورش گذاشتن. آخرم مجبور شد اینا رو قتل عام کنه. این همین سپاه فعلی که الان شما میبینید قدرت کامل در اختیار داره. الان در بسیاری از چیزا شخص خامنه ای اینا هیچ کدوم کاری نیستن، سپاهن که همه کار هستن. و بعدم یه گروه دواویش بکتاش بودن که همون زمان مثل بسیج فعلی که از همین ینیچریا حمایت میکردن، اونا هم همون سلطان محمود دستور داد که سلطان محمود دوم اونا هم از بین ببرن. اینی که اینها از گذشتهشون که اگر بگیریم و بیایم تا الان تبدیل شدن به مرور زمان به یه هیولایی که صاحبان اصلیشون هم
دارن میبلعن. یعنی الان شخص خامنه ایش کدوم قدرتی بر این گروه ندارن. و اگر به گذشته اینها بخوایم برگردیم، ما شما یکی از بنیانگذاران اینا بیشتر اراذل اوباشی بودن که ببینید، من یه چیزی هم شرح بدم قبل از این. موقعی که انقلاب شد مدت‌هاش 5-6 ماه بود همه جا اعتصاب بود، یعنی مردمش کاری نبود. و زمانی که انقلاب شد مردم ریختن تو خیابونا، مردم 5-6 ماه بود که زد و خورد میکردن، 5-6 ماه بود که دنبال این بودن که حکومت رو عوض کنن. همون زمان هم بحث برای این بود که میگفتی آقا کی جا بیاری، میگفتن سگ بیاد جاش، شمر بیاد بهتر از اینه. زمانی که این سیستم عوض شد و حکومت پهلوی از هم پاشید، مردم عادی رفتن سراغ زندگیشون. یعنی اون که بقال بود رفت سراغ بقالش، کارمند رفت سراغ کارش. بیکاره ها اینا کمیته ها را تشکیل دادن که همین هم بودن که در سپاه ادغام شدن. بیشتر اینا افرادی بودن که کار درستی نداشتن. شما اصلا معروف ولی میبینید، شنیدید اسمال تیغزن نمیدونم در فلان کمیته فعال بود. آخوندام سابقه اینو داشتن که همیشه یه نیروی چماق به دستی اطرافشون بود. در مقطعی که مثلا محمد باقر شفتی در اصفهان قدرت داشت، نزدیک 4-5 هزار نیرو داشت که کاراش انجام داد. نیروی نظامی این شخص بود. اینه که اینها با این افراد اراذل اوباش خیلی زود با همدیگه تلفیق شدن و این نیرو را تشکیل دادن. از گردانندگان اولیه اینها مثلا شخصی بود به نام آقای بروجردی. بعد این شخص را معروف بود به مسیح کردستان، چون یه ریش زردی داشت، چهرهش زرد شبیه اروپایی‌ها بود. اینا به لقبی گذاشتن به نام مسیح کردستان. این یکی از بانیان سپاه پاسداران بود که کشته شد در همون اوایل انقلاب در کردستان. از منطقه نقده داشت می آمد که ماشینش به جیپش رفت روی یه دونه مین و خودشو چند نفر که تو ماشین بودن کشته شدن. که البته میگفتن ایشون رفته بوده یک زنی را که حامله بوده داشته میبرده به بیمارستان برسونه، که نام داستانهایی که در چیز اینا میسراین. حالا ایشون کی بود خودش؟ آقای بروجردی قبل از انقلاب، این و آقای تحیری، علی تحیری، شمس علی تحیری، اینا جریانی بودن که به نام گروه صف معروف بودن. گروه صف کی بود؟ گروه صف کسایی بودن، همون افرادی بودن که رستوران خانسالار را بمبگذاری کردن. اینا همه آخرای حکومت شاه شروع به فعالیت کردن. یه در دهه 40 و اینا هیچ کدوم کاری نبودن و یا جریاناتشون مثل اون حزب ملل اسلامی و اینا بودن، همه بیشتر یا زندان بودن یا فعالیت آنچنانی نداشتن. اینها این اواخر آمدن که این رستوران خانسالار یکی از جنایت های اینها بود. جنایت به این صورت که این رستوران مرکز آمریکایی‌ها بود. اینها آمدن، همین آقای بروجردی با شمسعلی تحیری تصمیم گیری کردن که بیان اینجا رو یه بمب بذارن و یه ذره چشمی از آمریکایی‌ها بگیرن. از طرفی وحشت از این داشتن که اگر این کارا بکنن مورد شناسایی واقع بشن، از ساواک میترسیدن. آمدن یه آدم ابلهی رو پیدا کردن به نام احمد حیدری که این شخص را باش چیز کردن، نگفتن بهش که ما میخوایم یه همچی کاری انجام بدیم. گفتن ما میخوایم بریم شناسایی کنیم افرادی را که در این رستوران ها رفت آمد دارن که بعد هم اینا رو ترور کنیم. اینه که همین آقای تحیری و این آقای احمدی هر چند روز یه بار کت و شلوار و کراوات میزدن میرفتن رستوران خانسالار. بعد انعامای خیلی زیادی هم میدادن، با نگهبان جلو درم آشنا شده بودن که بسیار مورد شک واقع نشن، چون جا آدمای کلاس بالای به قول معروف اون زمان میرفتن. تا روزی که همیشه با یک کیف هم دستشون میرفتن که اگر مشکوک نباشه، مثلا یه دفعه با کیف بیان ممکنه مورد شک نگهبان واقع شه، ولی هر دفعه میرفتن یک کیف هم دستشون بود. تا اینکه روز آخری که میخواستن این عملیات انجام بدن، آقای شمسعلی تحیری نگفت به اون شخص که من دارم بمب حمله میکنم.
با ایشون با همدیگه رفتن در داخل رستوران. موقعی که از رستوران می آمد بمب گذاشتن زیر میز، آقای طهیاری به این شخص گفت من برم دستشویی، که به عنوان دستشویی میاد و از در میاد بیرون، که نگهبان حتی بهش میگه آقا کیفت شما جا گذاشتی، با کیف آمدی تو؟ میگه نه دوستم اونجاست. بعد خود آقای طهیاری، شمسعلی طهیاری که یکی از میلیاردرهای فعلیه که 1-2 سال پیش فوت کرد، که برای فوتش میگفتن نزدیک 1 میلیارد تومان گل آورده بودن فقط اطرافیان برایشون. یکی از گردن کلفتای همین لواسانه و پسراش در آمریکا صرافی دارن، در اهواز اینا صرافی دارن، در مرکز خرید دارن. خیلی یکی از میلیارد قبلا گروهبان ارتش آمریکا چیز بود، شاه بود. بعد اون بمب منفجر میشه، دست و پای اون بدبخت قطع میشه، 40-50 نفر مجروح و کشته میشن، ولی ساواک نمیتونه نتیجه گیری کنه که میگن که بمبگذارم جزو کشته شده هست، یعنی یه دست پاش کنده شده بود و بعضی که 2 ساعت تو بیمارستان طرف فوت میکنه. میخوام بگم اینا یه همچی اراذل اوباشی بودن که حتی به نزدیکترین دوستای خودشون هم رحمی نداشتن. اینها اون افرادی بودن که بعد آمدن و پایه گذاری کردن جریانی را به نام سپاه پاسداران، یکی از یکی رذل‌تر، یکی از یکی اراذل‌تر، و هیچ کدوم اون به حساب معنویتی را که میبایست انقلاب میگفت ما داریم نداشتن اینا، یعنی اون توهم معنویت متن نداشتن. یه آدم اراذل اوباشی بودن که به قدرت رسیده بودن و شما میبینید که چه کردن و چه میکنن و چه خواهندم کرد در آینده. خیلی ممنون آقای زمانی. تا اونجایی که من اطلاع دارم، حالا توی مطالعه کردم و سرچ کردم و دنبالش گشتم، در مورد فرماندهان سپاه یا کسایی که در ابتدای انقلاب این ارگان رو تشکیل دادن، نیرو رو تشکیل دادن، اسمش گذاشتن، حالا این کودکی را که خودشون پرورشش دادن و الان به قول شما به هیولا تبدیل کردن، من اسمی از سازگارا ندیدم. ولی تا اونجا که من اطلاع دارم تو این چند سال همش اسم این آدم توی زبانها بوده که این اولین کسی بوده که این سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا اولین نمیدونم فرماندهش بوده. این اصلا این بحث چرا در اومد و آیا همچین چیزی حقیقت داشته؟ میگم من چیزی ندیدم و پیدا نکردم این که همچین چیزی اتفاقی افتاده باشه و ایشون جزء این ارگان ها بوده باشه. از کجا نشأت میگیره که همچین چیز را میگن و اینکه ایشون اسم عوض کردن، هویت عوض کردن، که اصلا اینا همه شایعه است؟ من اولش خدمت شما عرض کردم چندین گروه بودن که آخه اوایل انقلاب، من اینو باز به شما شرح بدم، یه حالت هرج و مرجی بود. یعنی پسر آقای منتظری، شخصی نام محمد منتظری، معروف بود به محمد رینگو، چون هفته کشی میکرد و همه جای نیروی چند هزار نفری هم راه انداخته بود دور خودش ادعای این داشت که مملکت مال اونه و می داشت سپاه میبرد به کجاست، لیبی، با قذافی خیلی آشناییت و دوستی با قذافی داشت. اینا جریانات مختلفی بودن که تو مملکت هر گوشه را یه حالت خانخانی ایجاد شده بود. که بعد همین آقای محمد منتظری مثلا اظهار دشمنی میکرد با آقای بهشتی، یعنی یه روزنامه‌ای داشت که چاپ میکرد میداد بیرون، در این روزنامه تمام صفحاتش یا به بهشتی و بازرگان به نام لیبرال ها و نمیدونم جاسوسای انگلیس و آمریکا فحش میداد. ولی خود ایشون اون زمانی که انفجار در حزب جمهوری اسلامی شد در داخل حزب جمهوری اسلامی بود، یعنی در اون ملاقات شرکت داشت. آقای سازگارا ادعا داشت که من به حساب اولین رئیس سپاه هستم. درست میگه، اون سپاهی را که و حکمش هم از آقای یزدی داشت ایشون، دکتر یزدی. عرض کردم به شما که چند گروه را انداخته بودن. یه گروهی بودن که همین یزدی و بازرگان، نه اون که گارد ملی را میخواستن را بندازن. بعد آقای یزدی یه حکمی داد به ایشون به عنوان اولین فرمانده سپاه پاسداران، که بعدها حتی فرمانده های بعدی که آمدن مثل آقای مثلا مرتضی طلایی را زمانی که بهش حکم دادن
آقای بنی صدر بود فکر کنم بهش حکم داد، ایشون قبول نکرد این حکم را، گفت آقا باید حکم اسم آقای خمینی امضاش زیرش باشه. آقای سازگار جز اون گروه بازرگان نبود، از طریق ابراهیم یزدی حکم گرفت، یعنی ابراهیم یزدی به ایشون حکم داد به عنوان فرمانده سپاه باشه. از این لحاظ فرق میکرد با گروه های دیگه. گروه های دیگه مثلا گروه عباس زمانی اینا اون خودش فرمانده سپاه میدونست، جواد منصوری خودش از فرمانده سپاه میدونست که حتی جواد منصوری در یه جا هفتیر کشیده بود برای گروه های دیگه که آقا یا با هم بشیم یا من همه تونه میکشم. این که آقای سازگارا درست میگه، ایشون در قسمتی از این یک گروهی را ایشون فرماندهش بود که بعدا اون گروه از بین رفت، یعنی در دسته بازرگان را زود حذف کردن گروه های دیگه و اصلا اجازه ندادن که فعالیتی داشته باشه. در یه مقطع کوتاه ایشون بله فرمانده سپاه بود، این درسته. ولی این سپاه مرکزی یعنی اون سپاهی نبود که در سال 58 به صورت متحد در اومد که آقای رفسنجانی اینو سازماندهی کرد به عنوان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نبود در واقع؟ نه این اون نبود. سپاه بعدی، سپاه اصلی که درست شد آقای جواد منصوری و عباس آقا زمانی، این دو نفر پای گزارش بودن که این عباس آقای زمانی جان اگر بخواید من یه توضیحاتی راجبش بدم. این عباس آقا زمانی یک موجود خیلی مشکوکیه، یعنی هنوزم زنده است، ایشون الان هم در پاکستان داره زندگی میکنه. این شخص زمان شاه در ایران در حساب تحصیلاتی که انجام میداد تحصیلات حوزوی داشت یه مقطعی، بعد رفت دانشگاه الهیات، فقه در اونجا خوند و قوانین شرع و قوانین فقه قوانین حقوقی اسلام را در اونجا مطالعه شد فرمودن. حالا سوال در اینه که در اون مملکتی که صدها حوزه وجود داشت، دانشگاه الهیات چه معنی داشت و حقوق اسلامی دو مرتبه چه معنی داشت؟ یعنی فقه را در این دانشگاه تدریس میکردن، شما در حوزه آیت الله میشدی، در اونجا میشدی دکترا میگرفتی. فقه چیه؟ فقه شما برید استدلالات یک قوانین شرع را از قرآن و حدیث و سنت درارید، استنتاج کنید قوانین را از این بهش میگفتن فقه. بعد برای این زمان شاه دانشگاه درست کرده بودن. حالا بگذاریم ایشون در اون دانشگاه بود، بعدها دستگیر میشه، به 3.5 سال زندان محکوم میشه. اونم علتش این بود که با جریانی به نام حزب ملل اسلامی که اون آقای بجنوردی، کاظم بجنوردی به حساب همه کارش بود، یه جریانی بود به نام حزب ملل اسلامی که اونا هم فعالیتایی داشتن، میخواستن فعالیت‌های مسلحانه داشته باشن علیه دولت شاه، که این گروه قبل از این که اصلا به کاری دست بزنه همه‌شون 50 خورده آدم بودن، همه دستگیر شدن، به زندان افتادن، هم به غلط کردن افتادن. بعد مدت کوتاهی مثلا آقای عباس زمانی بعد 3.5 سال محکوم شد، بعد از 7-8 ماه آزادش کردن به علت همکاری با اینا. بعد که ایشون آمد بیرون خودش هم میچسبونه که من با مجاهدین بودم. اون زمان یکی از افتخارات آخوندام این بود که مثلا میگفتن ما با مجاهدین در ارتباط هستیم، چون مجاهدین اون موقع خیلی سازمان قدرتمندی بود و مبارزات مسلحانه داشت. مثلا خود آقای خامنه‌ای یکی از افتخاراتش بود که من سمپات مجاهدینم یا با مجاهدین در ارتباطم. آقای عباس زمانی هم مجددا این عنوان کرد که من با مجاهدین هستم. بعد ساواک خواست دستگیرش کنه، ایشون فراری بود، مدت بعد باز دستگیر شد، قول همکاری به ساواک داد. بعد ساواک فرستادش اروپا، همونجور که الان میبینید شما هزاران نفر فرستادن اروپا و اینا. از اونجا فرستادن این را به لبنان. در لبنان ایشون ازدواج کرد و شد به نام ابو شریف معروف شد. 2 فرزند از یه زن لبنانی داره، 6 تا از یه زن ایرانی. در لبنان که ایشون بود با آقای چمران آشنا شد.
آقای چمران هم یکی از مثلا مقدسین خشک مغزهای زمان شاهه که برادرش الان مهدی چمران همه کاره شورای همین تهرانه. اونم باز داستانش جالبه که یک شخصی که تحصیلاتی کرده و رشته فیزیک شاگرد آقای بازرگان بود در دانشگاه تهران، بعد رفت آمریکا، در آمریکا تحصیلات کرد و ایشون بنیانگذار همراه با یزدی اینا انجمن اسلامی بود. این شخص در لبنان پایه‌گذار جنبش عمل بود و در لبنان هم فعالیت زیاد میکرد و ایرانیایی را که میرفتن اونجا از طریق ایشون به سازمان الفتح معرفی میشدن، اونجا تعلیمات نظامی میدیدن. البته گروه های مثل مجاهدین و اینا، گروه های دست چپی میرفتن اردوگاه جورج حبش مثل سازمان چریکا و پیکا و این گروه هایی که بعدها به حساب فعال بودن به اردوگاه جورج حبش میرفتن. آقای عباس زمانی به عنوان جاسوس ساواک میفرستش در فلسطین که اونجا افراد را تحت نظر بگیره و اگر افرادی چیز بوده اسامیشون رو رد میکرده ایشون به سفارت که این افراد اینجا دارن تعلیمات میبینن و مدتی اونجا فعال بود. بعد از این جریان خمینی ایشون رفت نوفل شاتو. در نوفل شاتو جزو یکی از یاران همراهان خمینی بود که بعد آمد داخل ایران و جریان سپاه و ایشون وانداخت به علت اینکه سابقه ای داشت در لبنان و چریکی را وارد بود. ایشون اولین فرمانده سپاه شد. بعد از مدتی با مشکل برخورد با دیگران چون متوجه شده بودند که این به حساب جاسوسی کرده در لبنان. بعد با شروع مشکلات افغانستان ایشون نماینده آیت الله منتظری شد در امور افغانستان. مدتها در افغانستان بود و با مجاهدین افغان همکاری میکرد. حتی در فتح کابل هم از دست به حساب مبارزه با دارودسته نجیب ایشون وارد کابل شد با مجاهدین. بعد از حکومت طالبان ایشون فرار کرد پاکستان. 3 سال 4 سالی رفت در مدارس به حساب اسلامی پاکستان، مدارسی که تحت نظر وهابیونه به حساب فقه شافعی رو در اونجا خوند. یه 3-4 سالی اونجا تحصیلات کرد و بعد مجددا برگشت به ایران. اینم به شما بگم در جنگ ایران و عراق چون اون کسی که این را بهش فاش کرده بود آقای چمران بود. چمران این را فهمیده بود جریان چیه. در جنگ ایران و عراق چمران شده بود به حساب فرمانده نیروهای جنگ‌های نامنظم، چون چمران سابقه مبارزات داشت و یه آدمی بود بسیار مذهبی، یعنی از یه آخوند 10 برابر مذهبی بود. ایشون مثلا شیخ حاج مهدی عراقی گفته که عاشق سادات بود. وقتی که رفته بود آمریکا تحصیلات میکرد ولی عاشق سادات بود، همچنین به سیدا خیلی علاقمند بود، نمازش هیچ وقت ترک نمیکرد، دعاش هیچ وقت فلان نبود. این آدمی و در جریان کردستان هم بسیار جنایت کرد. در پاوه نزدیک بود بگیرنش کردا، یعنی اگر 20 دقیقه دیگه طول کشیده بود و ارتش نرسیده بود کمکش حساب هوا نیروز کردا اینا گرفته بودنش و در جریان کردستان بسیار جنایت کرد. ولی همین شخص گفته بود که آقای چیزا من بهش مشکوکم. بعد همون مقطع آقای عباس زمانی در جریان جنگ همیشه در قسمت کردستان بود و آقای چمران در قسمت جبهه جنوب بود. بعد در دهلاویه موقعی که چمران اونجا بود یه دفعه از پشت سر مورد هدف قرار میگیره که بعد افرادی که اونجا بودن گفتن آقا این سلاحی که به ایشون شلیک شد با سلاح ژ3 بوده، از اون پوکه فشنگش که در آبادون هست تو کلش و سلاح عراقی اینا کلاشینکوف بود و مال ما بود ژ3. ولی در اخبار اینا اعلام کردن که ایشون وسیله خمپاره کشته شده، یعنی خمپاره افتاده اونجا و خورده پس کله ایشون رو کشته شده. ولی قاتل در حقیقت آقای همین عباس زمانی بود که عباس زمانی بعد هم رفت به پاکستان. الانم که تا تقریبا 5-6 ماه پیش
خبرش من داشتم در پاکستان زندگی میکنه و سال یک بار میاد به حساب اون جشنایی که به خاطر 12 فروردین میگیرن، ایشون هم میاد اونجا شرکت میکنه. یه همچین جنایتکاری اوایل انقلاب از فرماندهان اولیه سپاه همین آقای عباس زمانی بود و از نزدیکان و دوستان همین آقای بروجردی بود ایشون و جواد منصوری. جواد منصوری هم دو مرتبه از همون سران سپاه بود، فرمانده سپاه اولیه بود که جنایت گنبد انجام داد ایشون. زمانی که حمله کردن اینها به گنبد آمده بود یه سازمان چریکا رفته بود اونجا با همکاری اهالی اونجا یه جریان شوراها رو انداخته بودن که زمین‌ها رو در اختیار کشاورزان قرار داده بودن، یه کارهای انقلابی به اون زمان خواستن انجام بدن، مردم هم بسیار استقبال کرده بودن. سپاه حمله کرد به اونجا، یک هفته جنگ بود، زد و خورد خونه به خونه بود که دیگه از توپ و اینا استفاده میکرد سپاه. اونا عقب نشینی کرد، 4 تا از رهبران اینا توماج و مختوم و واحدی و جرجانی رو دستگیر کردن. این 4 نفر را آقای جواد منصوری گفته که ما دیدیم که خودش در مصاحبه‌اش گفته دیدیم که این 4 نفر را که ما از رهبران ترکمن بودن دستگیر کردن، اگر ما بخوایم محاکمه اینا رو بکنیم ممکنه اینا به حساب هیچ دادگاهی محکوم نکنه. از یه طرف ما میخواستیم اینا رو اعدام کنیم. بنی صدر و مخالف بود. من آمدم توی یک جریانی با آقای خلخالی گفتم آقا یه همچین ماجرایی ما نمیدونیم چی کار کنیم. گفت بده به دست من. خلخالی شبونه بلند شد رفت و این 4 نفر از تحویل گرفت تو راهی که 10 کیلومتر دورتر از گنبد، هر 4 تاشون رو اعدام کرد. خود آقای جواد منصوری با خنده همیشه اینو میگه که بعد که آقای بنی صدر یخ من گرفت من گفتم آقا من کاری نیستم، خلخالی بود، برید یخ خلخالی رو بگیرید. که بعدا ایشون سفیر پاکستان شد. آقای منصوری در ضمن آقای عباس زمانی هم 3 سال سفیر پاکستان بود، سفیر ایران در پاکستان بود. منصوری بعدها 10 سالم سفیر ایران در چین بود و رابطی بود با هیئت مؤتلفه و چین، چون هیئت مؤتلفه و بازار میدونه که الان اقتصاد مملکت در اختیار ایناست و رابطه‌ای که با چین دارن ایشون تسهیلات ایجاد میکرد براشون. بله. آقای زمانی، این بحثی که الان شما فرمودید درباره خلخالی که ایشون جزء کسایی بودن که واقعا به هیچ نه اصول اخلاقی پایبند بودن نه دنبال حکم و قانون و عدالت و قضاوت بودن، هر کی را که دلشون میخواست و خوش داشت به قول معروف میکشت، اصلا هیچ پایبند هیچ نوع نه اخلاقیات بود نه قانون بود نه هیچی. ولی در مورد محسن رضایی وضع فرق کرده. در خاطراتش اومده که قصد داشته محسن رضایی تعدادی از همین سران سپاه و از جمله محسن رضایی رو اعدام بکنه، ولی این کارو نمیکنه. چرا این افراد چرا این کارو نکرد؟ دلیل اینکه اینا را کاری باشون نداشت چی بود؟ چه ارتباطی با هم داشتن؟ چه ارتباطی با هم داشتن که با وجود اینکه خودش میگه که این کار میخواست بکنه ولی هیچ اتفاقی نیفتاد و هنوزم که محسن رضایی جزو کسایی هستش که هنوزم فعال. یکی من در مورد آقای خلخالی به شما یه توضیح بدم. اینطور که شما میفرمایید نیست، اینجور نیست که ایشون کارهای غیر قانونی میکرد یا یه آدم جنایتکاری بود. از دید من و شما اینجوره، از دید خود ایشون و از دید اون ایدئولوژی که ایشون پیروی میکرد این گونه نیست. ایشون میگفت در دادگاهشون مثلا وکیل اصلا معنی نداره، درستم میگفت، چون ایشون طبق قوانین اروپا که پیش نمیبرد کارش، طبق قوانین اسلام میگفت. از نظر آقای خلخالی وکیل یعنی که نماینده شما یه جا نیستی میگی اینا من وکیل میکنم بره کار من انجام بده، ولی خودت هستی که دیگه وکیل نمیخواد. این به حساب عقیدهش این بود و طبق عقیده آقای خلخالی هم یه آدمی که به حساب گناهکاره که احتیاج نداره که محاکمه طولانی براش بشه. آقای لاجوردی هم همینه میگفت آقا فقط ما شخص محرز بشه که این شخص کیه، اسم و فامیلش، ما اعدامش میکنیم
دیگه بعدها حتی یه سری اعدام کردن زمان همین لاجوردی، عکس‌ها رو گذاشتن تو روزنامه که آقا اینا کیان، بیاید خانواده به تحویل بگیر جسداشون، ما اینا رو اعدام کردیم. چرا؟ چون اینها طبق قوانین و شرع انور محمدی این گونه به شما میگه که آقا احتیاج به این نیست که شما محاکمه ای بکنید، شما بر حقی، افرادی که با شما مقابله میکنن بر باطل. و دوم اینه که ما یاد نگرفتیم. آقای خلخالی در مکتب کانتو دکارت و ژان پل سارتر بزرگ نشده بود که در حوزه رشد کرده بود، در حوزه رشد کرده بود که پیغمبرش موقعی که نمیدونم یهود بنی قریظه رو میگیره، نگاه میکنه شلوارش نمیکشه پایین، میگه آقا هر کی مو در آورده زهادش، مو زهاد در آورده اینا آزادش میکشیم، اونی که نیاورده به سال برده میفروشیم. یا دختری که پدرش کشته بود و شوهرش کشته بود و برادرش کشته بود، شب خوابید. خب یه همچین مکتبی و یه همچین جامعه‌ای مثل جامعه زمان شاه، جامعه زمان شاه هم به ما دموکراسی یاد نداده بود، به ما نگفت، ما نیاموخته بودیم ما که آقا یه شخص حق و حقوقی داره. هر کی را میگفت، چون تو سر ما زده بودن، ما هم یکی رو پیدا کردیم تو سرش میزدیم. اوایل انقلاب همه مردم تایید میکردن کشتار خلخالی را. حتی من یادمه یه عده شایعه شد اوایل که میخوان آب توبه بریزن سر سری ارتشی و اینا را نکشن. مردم به حساب تو همین روزنامه ها اینا اعتراض میکردن که آقا یعنی چه نکشید؟ اینا جنایتکارن، باید به حساب اعدام بشن. چرا؟ چون یک ماه قبلش آقای خسروداد میامد، همین الان شما میدید سپاه داره به حساب دار فریاد میگه و پرت فلان میگه به مردم رو تهدید میکنه، همون زمان هم همین بود. آقای خسروداد میگه من اجازه بده اعلیحضرت اون شخصی که میگه مرگ بشر زبونش از پس کلش میکشم بیرون. خب اون نمیگه آقا اونی که مرگ بشر میگه من برم ببینم چه شکلی این حرفو میزنه. اون میگه آقا کسی نباید این حرفو بزنه، میزنم تو سرش. اینم همین منطقه داشت. این میگفت شما یه موقعی زود بود بیکشتید، حالا نوبت ماست. و در مورد اینکه سوال شما برگردیم، بعد از اون جریان کربلای 4 و عملیات خیبر، اینا کشته های زیادی داره در عملیات خیبر. همین با همتی و باکری از فرمانده لشکر محمد رسول الله و فرمانده لشکر کربلا، اینا همه کشته شدن در ماجرای کربلای 4. لو رفته بود این ماجرا و باز عراقی‌ها دیگه تا آخرش خودشون پیغام دادن آقا نیاید انقدر. هزاران آدم کشته شد، بیش از 2-3 هزار نفر، 3700 تا خودشون اعلام کردن که ناپدید شده. فقط بعد از این جریان اینا، چون ببینید این همین افراد طلبکار مثل همین سران سپاه که میگن ما رفتیم جبهه. اون روز اون آقای که پرستویی میگفتش که اگر کسی رفته تا جبهه هم نزدیکش هم رفته حقش هرچی بشه. اینا کاری نبودن تا جبهه، یه مش بدبخت بودن به کشتن دادن، نه تاکتیکی بلد بودن و نه تکنیکی میدونستن و نه علمی داشتن در جنگ، هیچی نبودن. فقط یه سری عوازل و باشی بودن که رفته بودن شروع بودن فرمانده ملت بدبخت رو به کشتن میدادن. در فلان عملیات چند هزار نفر رو به کشتن میدادن که آقای رفسنجانی اینا دیدن که خیلی وضع ناجوره. خمینی اعلام کرد که آقا اینا رو بگیرید اعدامشون کنید و خلخالی اعلام کرد که من اینا رو اعدام میکنم. آقای رفسنجانی خمینی رو آروم کرد، گفت نه اگر ما این کارا کنیم به روحیه اونا دیگه لطمه میخوره. از اون ور خلخالی اعلام کرد که آقا من خودم قاضی ام، من نماینده خمینی ام. که آقای رفسنجانی گفت شما قاضی دادگاه‌های نظامی نیستی. ایشون گفت من قاضی خمینی هستم که کافیه. اون سر این بحث داشتن یحیی رحیم صفوی رو می‌خواستن اعدام کنن، محسن رضایی رو می‌خواستن اعدام کنن، همین فرماندهان بعدی سپاه. به جرم بیشعوری و به جرم نفهمی که هزاران انسان رو به کشتن دادن و الان به عنوان طلبکار از ملت، به جای اینکه محاکمه بشن طلبکار از ملت نشستن و میگن سپاه فلان کار. نه، سپاه هیچ کار نکرد جز غارت، جز نفهمی و جز جنایت. اینا جنایت پشت جنایت. الان بحث جنایت ها اینا شد،
10 کار جنایت انجام دادن که برای مردم اینا روشن نشده که اینها پشتش بودن. خودشون هم نمیخوان اینها را به حساب برملا کنن، افرادی مثل رفسنجانی. در اون مقطع رفسنجانی این کار را جلوش گرفت و نذاشت اینا را اعدام کنن. آقای زمانی در مورد جنایت هایی که در مورد جنایت هایی که شما عرض کردید و من هم عرض کردم در مورد جنایت هایی که سپاه انجام میده، البته این شامل فقط مردم نمیشه و زمانی بیشتر سر صدا میکنه که مثل هواپیمایی 2 سال پیش زدن، زمانی هستش که جهانی بشه. یعنی خب البته الان به زور رسانه هم هستش که خب به هر حال این اطلاعات بیشتر درز میکنه بیرون و نشون میده که این جنایت ها رو داره سپاه انجام میده و خب برای شلیکی که 2 سال پیش به هواپیمای اوکراینی زدن و خب این همه آدم کشته شد و خب کار سپاه. و این اتفاقها در این 40 و چند سال توی ایران خب خیلی افتاده و بارها هواپیماها را انداختن اینا و خودشون هم بعداً اومدن بررسی کردن که کار خودشون بوده. و یکی از اونایی که اتفاقا میخوام در مورد همون جنایتاشون مایل هستم که شما توضیح بدین یه مقدار در موردش، در مورد هواپیمای 330 هستش که توی این هواپیمای 330 که بین اهواز و تهران پرواز داشت که بیشتر کسایی که توی این پرواز کشته شدن فرماندهان خود سپاه بودن و جالب اینجاست که کسایی بودن که در تشکیل خود این سپاهی که اینا دارن دوش فعالیت میکنن اینا نقش داشتن، که از جمله اونا میتونیم همین یوسف کلاهدوز رو نام ببریم که یوسف کلاهدوز جزو کسایی بود که خودش از روز ابتدای تشکیل این سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حضور داشت، ولی آخرش خب به هر حال این جناح‌بازیاشون حالا کسایی مثل موسی نامجو یا ولی الله فلاحی، جواد فکوری و محمد جهان‌آرا که بعداً هم محمد نبودی ببینی که برای ایشون شعرش ساخته شد و خونده شد. در این مورد اگه لطف کنید در مورد همین کشته شدن فرماندهان ارتش یا فرماندهان جنگ بودن بیشتر اینا توی هواپیمای 330 که از اهواز به تهران میمد که البته هیچ وقت به تهران نرسید، اگه میشه یه مقدار توضیح بدید. ببینید شما همین حرکت‌های ابلهانه اینا رو ببینید الان دارن انجام میدن. اون سلامی نمیدونم یه قابلمه‌ای گرفته هستش که این نمیدونم کرونایابه، یا اون یکی میاد شلیک میکنن به هواپیما میگه اصلا ما نبودیم، بعد از چند روز ناطقه میگه من بودم، نه یه روز میگه نبودم، یه روز میگه بودم. این واقعا به صورت ابلهانه‌ای هم از خودشون رفع مسئولیت میکنن. همون زمانم آقای موقع که تو کربلای 4 اون همه کشته دادن، یحیی و این صفوی گفت یه نفر ما رو لو داده بود. اون یه نفرم گفتن کیه؟ گفت الان 10 رفته پناهنده شده اروپا. بعد جالبی محسن رضایی چی گفت؟ محسن رضایی گفتش که ما کشف کردیم، ما را اون رئیس فرمانده نیروی دریایی بود افضلی ما را لو داده که جاسوس CIA جاسوس CIA است، اون ما را لو داده. بعد این ابله حتی نرفت ببینه که آقا دریادار افضلی در رابطه با حزب توده دستگیر شد و به عنوان جاسوس KGB محاکمه شد و 2 سال قبل از این عملیات این اعدام شده. یعنی سال 62 این اعدام کردن، این سال 64. این سال 62 چطور میتونسته از عملیات سال 64 خبر داشته؟ این گونه ابلهی. در رابطه با هواپیما که شما میفهمید اینا چند تا مسئله، چند تا هواپیماست که اینا دونه بدونه داستانش بازشه، جنایت ها اینها برملا میشه. یکیش همین هواپیمای 330 ارتشه که تو این هواپیما نزدیک 34 نفر مجروح بودن، 50-60 تا افراد مختلفی بودن که از ارتشی‌ها و نزدیک 19 تا جسد بوده توش. چیز وحشتناکی شما تجسم کنید که این هواپیما داشته بود که می آمده نزدیک‌های تهران هدف یه راکت قرار میگیره. اینا تسویه حساب‌هاشون رو اینجوری انجام میدادن. حالا
با ترامپ سر جریان ترامپ زدن هواپیما اوکراینی را، چون میگفتن اینا ما بزنیم فکر میکردن ترامپ حمله میکنه، میذاریم گردن ترامپ. اون زمانم میذاشتن گردن عراق که آقا عراقی ها با راکت زدن. از بعدم جریاناتی که میامد برای تجسس و ببینه جریان چی بود، خب از خودشون بود که اونا قابل قبول نمیدونستن. بعد به ارتش و نیروی در هوایی نام اعتقاد نداشتن، رفتون از پاکستان کارشناسایی آورده بودن که اونها بیان ببینن که این جریان چیه. اون را آمدن پاکستانی‌ها گفتن نه این به حساب قطع برق بوده درش، در صورتی که جعبه سیاهش نشون میداد که انفجار در هواپیما رخ داده و اون انفجار باعث شده که این تعادلش از دست میده و باعث سقوط شده و اون انفجار هم حاصل راکتی بود، موشکی بود که زده بودن به هواپیما. من حالا یه چیز جالب دیگه هم در مورد، جالب که نمیشه گفت، اینا جنایت های اینا، به شما میگم یه اوایل انقلاب یک آخوندی بود به نام آیت الله محلاتی، یک آخوند متحجری بود که ایشون عاشق لباس روحانیت بود، حتی میگفتن میخوابم با لباس روحانیت میخوابم. این شده بود نماینده خمینی در سپاه پاسداران. آقای محلاتی را خمینی بهش اجازه داده بود در هر زمینه حرف آخر در مورد تصمیمات مهم سپاه ایشون تصمیم گیرنده باشه. با محسن رضایی و دارستش اختلافشون پیدا میکنه و این چندین بار گزارشاتی از رضایی و افراد دیگه میده به خمینی که آقا اینها افراد نه در جنگ فعالن و نه و کارهای به حساب خلاف اینها هم گزارش میده. این شخص دفعه بعد از عملیات خیبر بود فکر کنم که ایشون داشته میرفته اونجا با یک هواپیمایی 40-50 نفر از قضات دادگستری و نمایندگان مجلس و اینا هم اونجا بودن، با همراه این داشتن میرفتن به جبهه که به حساب جبهه ها را تقویت بکنن و بررسی کنن به خطاهای به حساب سپاه را. بعد این هواپیما میگن که اینجور داستان و بعد درست میکنن. البته اصل ماجرایی بود که سپاه اینو میزنه، هواپیما رو سرنگون میکنه. بعد رفسنجانی آمدن توجیه کردن. رفسنجانی میگه که من و آقای روحانی همیشه جبهه که میرفتیم با هواپیما نمیرفتیم. این کار آقای آیت الله محلاتی اشتباه بود، با هواپیما رفتیم. ما همیشه با ماشین میرفتیم تا یه ایستگاه قطاری، از اونجا سوار قطار میشدیم، اونم ته قطار مینشستیم که جلومون رد نشه. بعد نزدیکای مثلا اهواز 5 تا ایستگاه مونده به اهواز پیاده میشدیم، باز با ماشین یه همچین آتیش بازی میکردیم که مورد هدف قرار نگیریم، به حساب جاسوسی کسی رد ما رو پیدا کرده باشه گزارش نده ما رو بزنن. اون اینجور توجیه کرده که آقای محلاتی اشتباه کرد. بعد اینا آمدن خب شما ببینید یه راکتی زدن، یه هواپیمای سقوط کرده. خب این هواپیمای جعبه سیاهی داره دیگه، اون جعبه سیاه هم پیدا نشد در این زمینه. بعد آمدن اعلام کردن که ماجرا این گونه بوده، هواپیمای حامل آقای محلاتی و چند نماینده مجلس هم آخوند و چند تا از قضات و افراد دادستانی که اونا هم همه شبه آخوند در این هواپیما بودن. یک میگ عراقی میاد بغل این هواپیما میگه که بریم بسره، شما باید بیاید بسره بشینید. این رئیس چه خلبان این هواپیما آقای بوده به نام درویش که اون میگه که من این کارو نمیکنم، گوش نمیده. بعد اینها میان میگن 2 دقیقه وقت داری. بعد آقای محلاتی شروع میکنه به دعا خوندن، به قرآن خوندن. بعد به اطرافیان میگه که آیا شما میخواید بریم عراق، هواپیما ببره عراق؟ از اون برم مجددا با میگ عراقی تماس میگیرن با خلبان که آقا ما با شما و خدمه پرواز کار نداریم، همه را میفرستیم تضمینی به یک کشور اروپایی پناهنده شید. ما افراد داخل ها میخوایم که اینا کی هست، اینا رو ما بهشون چیز داریم، نظر داریم. خلبان هم میگه که من از آقای محلاتی میپرسم
آقای محلاتی هم میگه که من حاضرم بمیرم ولی حاضر نیستم در دست دشمن اسیر بشم، که به راه ادامه بده که دشمن میزنه یک بال هواپیما بیفته، بعد مجددا خلبان میخواسته هواپیما رو برسونه با یک بال، اون یکی بال هم میزنه، خلاصه هواپیما تیکه پاره میشه و آقای محلاتی جسدش سالم بیرون میفته. و این گونه بود که ایشون را میان خاک کنن، یعنی چی میگن، کفن کنن، میبینن از شکمش خون میاد، بعد لباس روحانیتش تنش میکنن که دوست داشته، خون بندی. شما ببین برای چهار تا ابلهی مثل افرادی عادی عوام جامعه یه همچین داستانایی میسازن، یک جنایت خودشون رو تبدیل میکنن به یک داستان. و آقای ابراهیم حاتمی کیه این خبرنگار، چه کارگردان حزب اللهی، آمده فیلمی درست کرده به نام 64 که در این فیلم آمده این موضوع را مورد بررسی قرار بده، ولی نذاشتن فیلم را، جلوشو گرفتن چون خیلی بوداره کارشون. میگم اینم یکی از جنایتاشون بود. اون هواپیمای 330 باز یکی از جنایتاشون. اون افرادی که فهمونید بیشترم ارتشی بودن، نامجو و کلاهدوز هم قبلش ارتشی بودیشون، از ارتش آمد و اینا افرادی هم بودن که سپاه رو آموزش میدادن. یعنی خود آقای کلاهدوز همون پشت جریان حمله به پادگان لویزان بود که کلی ارتشی کشته شده، از چند تو ناهارخوری لویزان بود که همون باعث شد شاه فرار کنه، یعنی گفت دیگه نمیمونم من بعد از اون ماجرا. و این پشتش آقای کلاهدوز بود. کلاهدوز ارتشی بود، سروان ارتش بود زمان شاه، و بعد از انقلاب با همکاری واحد کلاهسبزهای ایران، نوهد چی اسمش، اونها آموزش میدادن سپاه را. ببینید این جریان شیخ و چاد زیاد با هم فاصله ندارن. آمریکایی علاقمند به شخص نبود، علاقمند به سیستمیه که کارش درش پیش بره، و همون سیستم همونجور که آقای فردوس را گذاشته بود که کارهای اطلاعاتی رو انجام بده، از ارتشی ها هم افرادی بودن که به حساب کارهای نظامی رو انجام میدادن. خود یه دو خط هم پیش میبردن. یه خطشون بود که اون ارتشی هایی که خطرناکن تیربارون میکردن، از آقای آذربرزی لیستش میداد. اون ارتشی هایی هم که آدمای معمولی جامعه بودن و دنبال شخص شاه نبودن و تعصبی نداشتن، اونا از طریق همین افراد تعلیمات میدادن و داخل سپاه ملحق میکردن و یا به صورت ارتش نگهداری میکردن، که ارتش رو همین آقای چمران هم نذاشت از بین بره، چون اوایل میخواستن از بین بره ولی همین آقای کلاهدوز و آقای چمران و اینا مخالفت کردن و پیش خمینی رفتن و خلاصه نذاشتن. در مورد با این سقوط هواپیماها من یه هواپیما دیگه هم باز به شما بگم. زمانی حالا یادم نرفته یه مطلبی رو به این مطلب شما اضافه بکنم که در مورد فیلمی که 64 که قرار بود حاتمی کیا بسازه، یه فیلم مستند بود. خب طبیعیه که یه فیلم مستند رو باید بر اساس اون شواهد و اون اتفاقایی رو که افتادهشون میساختن. و اونجا که حالا در مورد جشنواره حقیقت گزارش دادین که این فیلم ساخته شد ولی به مرحله اجرا یعنی نمایش در نیامد، به خاطر اینکه در خود اون فیلم هم حاتمی کیا با اشخاصی مثل موسوی اردبیلی و با رفسنجانی و محسن رفیق دوست صحبت کرده بود که خب برای اینا اطلاعاتی را داده بودن که شاید حتی غیر واقعی بود، ولی اشاره هایی شده بود توش که بیننده شاید به نتیجه میرسید که این فیلم یا چون فیلم مستند بود یه حقایقی پشت پرده روشن بشه که حتی قرار بود توی جشنواره این فیلم اکرام بشه، ولی گفتن به خاطر اطلاعات کمی که این حاتمی کیا بهش دسترسی نتونسته پیدا کنه، حتی با خانواده های این اشخاصی که توی اون هواپیما بودن صحبت کرده بود، ولی دلیل اکران نشدن فیلم این بود که چون اطلاعات جامعی نتونسته حاتمی کیا از این حادثه به دست بیاره،
این فیلم اکران نشد، در حالی که به مدت 1 ساعت این فیلم ساخته شده. یعنی خب فیلم مستند فقط صحبت کرده بود با خانواده های قربانیانی که تو اون حادثه بودن و میگم با رفیق دوست و موسوی اردبیلی و رفسنجانی که این 3 نفر جزو کسایی بودن که اجازه ندادن که این فیلم به مرحله اکران در بره. حالا بفرمایید در مورد، فکر میکنم هواپیمایی بود که سمت واژنورد یاسوس. شما میخواید یاسوس، ببخشید. بله یاسوس که گفتن مثل اینکه تو کوه افتاد، هیچ اورژانسی هم نرفت و اشخاصی که کلا البته این هواپیما رو گفتن ناپدید شد، درسته؟ بله، این ماجرا اونم 2 مرتبه از شاهکارهای جنایت‌های سپاهه. یعنی اینا واقعا کارشون 1-2 تا نیست. از روزی که اینا به آقای زمانی ببخشید، تو این هواپیما هم ارتشی فرمانده ها بودن یا اینکه مردم معمولی بودن؟ نه خیر، عرض میکنم خدمت شما. ببینید در اینها کارهای مخفی زیاد انجام دارن میدن. شهرک هایی درست کردن زیر زمین، نمیدونم شهرک موشکی دارن انداختن، از این کارا زیاد انجام میدن. در یه جاهایی هم دست به حساب کشف اورانیوم زدن. معادنی هم فعال هستن درش که میخوان از چشم جهانیان به دور باشه. از یه طرف ما یه سری فعال محیط زیستی پیدا کردیم که این فعالین محیط زیستی، یعنی من شخصا این چیز منه، چون در داخل ایران ما آنچنان افرادی که علاقمند به محیط زیست باشه به این گونه که در اروپا هست خیلی کم داریم و اینها بیشتر افرادی میتونن باشن که با سرویس های خارجی هم احتمالاً در ارتباطن. یعنی اینجور نیست که مثلا ما مثل دولت جمهوری اسلامی توهمی صحبت بکنیم. مسئله این که هست چرا آخوند به اینا حساسه، یه چیزی پشت پرده هست. ببینید چند وقت پیش یه انسانی را دستگیر کردن که تو قشم گرفته بودنش، یا کیشی هم جای گرفته بودنش، یه آلمانی بود. بعد از کشف قوس بسیار اینو آزادش کردن. موضوع مال چند 10-15 سال پیشه. بعدها این شخص گفت آقا من برای راقیا جاسوسی میکردم. بعد که آمد آلمان و 1-2 سالی هم چیز نگفت، بعد از اون با مجله اشپیگل اینا صحبت کرد، گفت من برای راقیا جاسوسی میکردم. اینا همه کاراشون از چیز هیستریک نیستش. یه سری کارایی هم از ترسشون که نکنه اینها اون باشن این کار انجام میدن. محیط زیستی ها و اینا بهشون مشکوک بودن. چرا؟ چون اینها میرفتن در بیابونها، در جاهای مثلا یکی از اینا که کشته شد چیز وحوش، محیط وحش بود. میگم اینجور چیزا مالش کشورهایی است که همه چیزشون جوره، بعد به محیط وحش هم میرسن. نه ایرانی که بنده خودم نون ندارم بخورم که دیگه به سگ و گربه زیاد اهمیت نمیدم. در صورت اینها دستگیر کردن یه عده‌شون که یکیشون آقای کاووس بود که کاووس هم چیزی بود که خودشم تو زندان کشت. البته کشوندنش، گفتن با کمربندش خودش آویزون کرده. یه سری از این دار دسته همین محیط زیستی ها رفتن مجلس که در مجلس اعتراض کردن به دستگیری چند نفر دیگه که در زندان اوین بودن. با نماینده مجلس صحبت کردن، اونا هم وعده دادن که بله چشم درست میکنیم. ما در راه برگشت همه رو توی هواپیما گذاشتن که در راه برگشت به یاسوج بودن که هواپیما میخوره به کوه، در صورت که هواپیمایی بوده که اینجور نبوده که دفعه اولش باشه در اون مسیر میره به کوه دنا خورده بود. خرابکاری کرده بودن و چیزی کرده بودن که اون هواپیما در اون مقطع، در اون جا که میرسه به حساب اون ارتفاعیابش مثل که درست کار نمی‌کرده، خلاصه میخوره به کوه و کل این صورت مسئله جمع میشه که این محیط زیستی ها را به جای اینکه دیگه بگیرن و زندان کنن و بعد بیان جلو مجلس بگن آقا اینا رو چرا زندان کردی، و بعد مردم هم که خبر از هیچی ندارن میگن خلاص اینو چرا زندان کردی، اینه که موضوع اینجوری سریعا حل کردن. این همیشه هم همینجور بوده. شما در همه جای دیگه در کارهای دیگه شون ببین، تا بهشون یه فشاری میاد در یه زمینه‌ای با کشتن موضوع حل میکنه. به فلان کشیش مسیحی مشکوک میشن که ارتباط داره با فلان جریان، فوراً
ترتیب از بین بردن شنیدن. اینجور نیست که اینا به حساب انسان و جون انسان براشون مسئله باشه. به راحتی آدم میکشن. یه جریانی شده افتاده تو جون ملت ایران و به این راحتی هم از بین برو نیست، چون اینا پول را چشیدن، مزه پول را، مزه زندگی راحت را چشیدن، برای حفظش تن به هر جنایتی هم میدن. درسته. خیلی ممنون آقای زمانی. در الان تو این موقعیتی که الان هستیم، تو این اتفاقهایی که در ایران داره میفته و باز هم خب به هر حال این سپاه و بسیج که باز هم جز ارگان‌هایی هستن که در واقع با هم دارن حرکت میکنن و در کشتار و سرکوب کردن مردمی که برای اعتراض واقعا برای در واقع الان به اعتراضهای معیشتی هستش که مردم بیرون هستن و دارن این کار میکنن، دارن سرکوب میکنن مردمو. در حال حاضر این ارگان یا کسایی که دارن مردم رو سرکوب میکنن، شما فکر میکنید دستور از فرمانده کل قوا میگیرن یا اینکه الان در این موقعیت این مثلا کسی مثل سردار سلامی هستش که تمام این اتفاقها را سازماندهی، یا اینکه این ارگان یه اتاق فکری داره که دارن این حرکت ها را سازماندهی میکنن یا رهبری میکنن؟ ببینید خانم قدامی، مشکل ما ملت ایران دوچاره ببخشید آقای زمانی، چون الان چیزی که داریم خب شعارهایی که مردم دارن تو خیابون میدن، حالا خب چیزی که حتی خودمون هم وقتی تو اون شرایط بودیم همین بود دیگه. ما پیکان نفرت هامون، پیکان اون دیدمون به سمت خود خامنه‌ای داره میره. داریم مثلا این آدم و عامل همه، درست این آدم عامل هست، نه اینکه بخوایم این آدم رو بگیم این نیست، ولی اینکه یک آدم تک نفری برای این ارگان، این هم آدم هایی که سازماندهی شدن برای هر اتفاقی داره میفته، بدون اینکه از چیزی ترسی داشته باشن، بدون اینکه حتی جوابگوی کسی باشن، خیلی راحت دارن مردم معترض و سرکوب میکنن، یا حتی برای کوچکترین اتفاقی که مثلا برای روسری به راحتی دارن مردم توی خیابان گیر میدن. واقعا این که ما دیدگاهمون به سمت یک نفر رفته، یا واقعیت همینه، یا اینکه عرض کردم که اتاق فکری هستش که این کارا رو براشون انجام میده؟ ببینید خانم، اشکال از سیستم حکومتی ماست. تا ابدم پیش بره، به همین صورت پیش بره. خامنه‌ای، ما زمان شاه میگفتیم که این بره هر کی میخواد بیاد جاش، و این حرف بی‌منطقی بود. چرا؟ چون سیستمی که دیکتاتور تصمیم گیرنده همه چیزش باشه فرق نمیکنه، شاه باشه، خمینی باشه، خامنه‌ای باشه، این افراد مردم رو نمیبینن. شما ببینید در یه حکومتی که مردم خودشون تصمیم بگیرن برای خودشون، یه همچین اشکالاتی پیدا نمیشه. شما ببینید در فرانسه مثلا، در آلمان اعتراضات هست، اعتصابات هست، ولی دولت وحشتی نداره از اینکه این اعتصابات رو بخواد به شدیدترین وجه سرکوب کنه. چرا؟ اگر این کار کنه در سری بعد بهش رأی نمیدن. اگر این کار کنه مردم به زور میکشنش کنار، میگن آقا تو حق این رو نداری، و خودش هم این حق رو بر خودش نمیبینه. ببین شما زمان شاه ما رو رعیت میدیدن، الان ما رو امت میبینن. امت که شدیم ما باید همون چیزی رو انجام بدیم که ارباب میخواد، آقا میخواد. ما را آقای مصباح میگفت مردم کیان، چه حقی دارن. این مشکلاتی که از یه جا سرچشمه میگیره، بله این مشکلات از اون جایی سرچشمه میگیره، یک نفر تصمیم گیرنده است. ما زمان اگر یک حکومت فدراتیوی داشتیم که افراد اقوام مختلف خودشون برای خودشون تصمیم میگرفتن، حکومت مرکزی همه کار نبود، این مشکل هم نمی اومد. این الان ما همین مشکلی که من در قم دارم، شما در تهران دارید، اون شخص در کردستان داره. چرا؟ چون همه از طرف خامنه‌ای داره هدایت میشه. ولی اگر ما یک کشوری بودیم که در کردستان مردم خود مختاری داشتن، در آذربایجان خود مختاری داشتن، خودشون حکومت دستشون بود، اون حکومت تابع حکومت مرکزی نبود. حکومت مرکزی هم نمیتونست به همه زور بگه، نمیتونست خواسته هاش پیش ببره. موقعی که
اهوازی خودش تصمیم میگرفت برای اون منطقه خودش، دیگه اجازه نمیداد که خامنه‌ای از تهران بیاد نفت اونجا رو بفروشه همونجوری که خودش میل داره خرج کنه. میگفتن نه آقا، مردم هستن، اگر یه حکومت دموکراتیکی برای ایجاد نشه این آش و این کاسه همجور ادامه پیدا خواهد کرد. همین موضوع میگم زمان محمد علی شماینه داشتیم، زمان آقا محمد خان داشتیم، زمان شاه داشتیم، زمان پدرش داشتیم. یک نفر تصمیم گیرد. یعنی وحشتناک ترین نوع حکومت اینه که یک نفر خودشو عقل کل بدونه و این عقل کل بعد از یه مدتی هم از واقعیت فاصله میگیره. میشه مثل هیلاسلاسی، نمونه‌هاش زیادن، میشه مثل قذافی، میشه حالا دستات که بعضیاشون آدمای مثبتی هم بودن، کاری هم میخواستن انجام بدن، ولی این دوران دیگه گذشته که یک نفر تصمیم بگیره. اروپایی‌ها علاقه‌مند به این هستن که ما یک نفر تصمیم گیرنده در کشورمون باشه. چون اگر ما مجلس داشته باشیم، شما ببین الان مثلا در کشور دانمارک میخواستن چند وقت پیش یه هواپیما بخرن، یه سری هواپیما بخرن. دولت دانمارک پیشنهاد کرد که از فلان شرکت ما اینو میخریم. تو مجلس بحث شد، بعد یه مخالفت کردن، نخریدن. ولی اون شرکت هواپیمایی میرفت اگر پول میداد به مثلا نخست وزیر اونجا که آقا اینقدر بگیر رشوه و اینو برای ما بفروش، ما میفروشیم تو هم بخر، این مجلس جلوش میگرفت. ولی اگر اون شخص خودش تصمیم گیرنده بود، مثل شاه، مثل سید علی، آقا مردم کیان، اونا چه کار هستن؟ اونا هم یه همچه افرادی رو دوست دارن. زمانی که کودتا کردن زمان مصدق، کنسسیون میگه آقا ما علاقه‌مند این نیست که شما تو مجلس دموکراسی داشته باشید، تو مجلس یا نظر بدن که آیا باید این قیمت بدن یا ندن. نه، ما یه نفر میخوایم که باش معامله کنیم، اونم در رأس کار باشه و بقیه هم نده. اون وقت تلف کنیه. ببینید چرچیل حرف خیلی جالبی میزنه. زمان که هیتلر در آلمان قدرت داشت، اروپا اون زمان بعضی کشورهاش به صورت دموکراتیک اداره میشد، ولی مردم خسته شده بودن. میگفتن این چیه که تو مجلس 10 روز مثلا بحث میشه، سر یه عده میگن آره، یه عده میگن نه. ما یه دیکتاتور میخوایم مثبت، یا به قول برادران سلطنت طلب منورالدیکتاتور، که این بزنه و ببره و همه کارا تموم بکنه. چرچیل میگه من متنفر از این دموکراسی هستم که ما روزها وقت تلف میکنیم سر یک موضوعی، ولی من حاضرم جونم را فدای این دموکراسی بکنم که هرچند که دستپاگیره. چرا؟ چون یک نفر تصمیم گیرنده درش نیست. ما را میخوان، کشور ما را الانشون این زمزمه رو انداختن رضا شاه رو عطشات. یعنی چی؟ یعنی که آقا شما باید یه نفر براتون حکم فرمایی کنه، چوپانی باشه، شما را کنترل کنه. و پشت این هم الان شما ببین روزنامه چه تلویزیون منوتو، نمیدونم اینترنشنال، همه اینا یه دفعه افتادن به تبلیغات برای جانشین کردن یه دیکتاتور بر دیکتاتور دیگه. خب این با هم فکر نمی کنی خرج و مخارج اینا رو کی میده و چرا اینا علاقه‌مندن؟ چرا؟ چون با یک دیکتاتور راحت‌تر میشه کار تجارت انجام بده. میگفتن آقا تو ارتشی، تو باید بری حفاظت از مرزها رو داشته باشی. تجارت کارش با تو کسی دیگری است. ولی زمانی که یک نفر تصمیم گیره برای حفظ قدرتش مجبور یه عده‌ای هم نون بده، اون عده هم دور و برش مجبورن برای حفظ خودشون هر عملی دست بزنن، آدم میکشن، سرکوب میکنن. الان یادم میگه من نون ندارم. این دیگه کشتن نداره. اگر این جاسوسه، این دم دیگه کسی تحریکش کرده، شما نون بده جلوش ببینه اصلا این از تحریک دیگه صحبت میکنه، حرفی میزنه. ولی نه، چون نمیتونن هم کاری انجام بدن. خامنه‌ای اگه بخواد کار انجام بده باید اولا اون اموالی که 200 میلیارد جمع کرده اینو توزیع کنه تو مردم. نمیتونه، نمیخواد. خب نخواد، مردم باید سرکوب کنی، خواسته هاشون نمیتونی جواب بدی، باید بذاری تو سرش. خیلی ممنون آقای زمانه. ببخشید بفرمایید جملتون تمام. اینه که این
تجربیات ما باید داشته باشیم و حفظ کنیم که آقا یک نفر بر ما حکم فرمایی کردن بزرگترین جنایت در حق این مردمه. یعنی هر حیوانی، هر انسان بیشرفی که این تبلیغ رو میکنه که بازی دیکتاتور دیگه بیاریم. امروز من داشتم سخنان یه خانمی از به نام فرزانه روستایی گوش میدادم. این نگران آخونده هنوز. این میگفتش که آخوندا باید برن بازنشستگی. بعد میگه آقای آخوند تو پس نمیتونی لباس تو بپوشی ها. بعد ایشون علاقه چیز داشت که تبلیغات میکرد که سیستم شاه مجددا بیاد. خب اگر سیستم شاه خوب بود که میلیون ها آدم تو خیابون نمیریختن. این داستانی هم که راه انداختن که آقا مردم بیان عذرخواهی کنن که من آقا یادم گرسنه بیاد عذرخواهی کنه. اون زمان هم عین همین الان بود. مردم اگر سیر بودن وضعشون درست بود، شما الان مردم سوئیس نمیتونی بکشید تو خیابونا. مردم نمیدونم کشورهای مترقی رو نمیتونی بکشید. چرا؟ چون شعور دارن، سواد دارن، تحت تاثیر کسی هم واقع نمیشن. روشن فکری که جنایت کرد در حق مملکت اون محمد علی فروغی بود که رضا شاه موقعی که رفت آمد پسرش به انگلیس ها پیشنهاد کرد. بعدم شما ببین به پیشنهاد میکنی که اینو بکنه. انگلیس موقعی که برای شما شاه بیاره، ببره، حکومت عوض کنه، بی بی سی و اینترنشنال و اینا تبلیغ کنن که مردم رضا شاه میخوان. یعنی چی؟ یعنی مردم اینقدر بیشعورن، مردم دیکتاتور میخوان. بابا برید تو اینترنت، اینا که دیگه دشوار نیست. نگاه کن روزی که رضا شاه را بردن بیچاره مثل برم رفت. همین که میگفتن آتاتورک که 8 ماه و نیم با انگلیس و فرانسه و اینا جنگید و 300-400 هزار نفر کشت و کشورش حفظ کرد، با این مقایسه میکنن. مردم جشن گرفته بودن، مردم خوشحال ریخته بودن، کارنوال رو انداخته بودن. برید شما تو اینترنت دنبال کنید. زمان شاه که ما خودمون بودیم اونجا دیگه. آقا میلیونی ملت تو خیابون. خیلی ممنون آقای زمانی، خیلی ممنون از اینکه تو این برنامه با ما بودین. باز هم هر چقدر از جنایت‌های دیکتاتور، از جنایت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بگیم در 1-2 ساعت توی برنامه نمی گنجه، برای اینکه واقعا گوشه تاریخ ما پر از جنایت‌هایی هستش که به دست همین افراد حالا دستاموز دیکتاتورها هستند یا اینکه امربر دیکتاتورها هستند. هر روز داره انجام میشه و هر روز از روز قبل بیشتر شده و این تکامل، یعنی در واقع میتونیم بگیم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک چیز در حال حاضر که امروز داره فعالیت میکنه و به قول شما تو تجارت دخالت کرده، توی خیابون ها مردم ها میکشه، توی دادگاه ها دخالت میکنه. در واقع به مرور زمان این ارگان تکامل پیدا کرده، الان به جایی رسیده که در هر زمینه بسیار بسیار متخصص پیدا داره، چه در کشتار باشه، چه در تجارت باشه. و هر حال کسایی هستن که تو این زمینه دارن کار میکنن و اینا همه اراذل و باش‌های به قول شما بودن که در ابتدای انقلاب شروع کردن. همشون جزء کسایی بودن که نه سواد دارن، نه تحصیلات دارن، نه تخصص دارن، ولی در حال حاضر همه ارکان جامعه رو، ارگان‌های جامعه رو به دست گرفتند و دارن جامعه ایران رو، در واقع خاک ایران رو به نابودی میکشن. امیدواریم که یک روز بیاد که به قول همون جمله‌ای که چرچیل گفته، با وجود اینکه دموکراسی، با وجود اینکه بحث و گفتگو کردن در مورد هر اتفاق و هر تصمیمی در جامعه زمانبر هستش، ولی تک تک ایرانی‌ها، تک تک ما حاضر باشیم جونمون رو بدیم که این دموکراسی در ایران بیاد و بمونه، تا بتونیم یک جامعه داشته باشیم که همه آدم‌ها، حتی یک بقال، حتی یک رفتگر، حتی یک کشاورز عقیده و نظری برای اداره جامعه داشته باشه و واقعا نظرش مهم باشه و مؤثر باشه در پیشبرد و اداره جامعه. خیلی ممنون از اینکه توی برنامه با ما بودید. خواهش میکنم. یکی از چیزهای خیلی زشتی که در جامعه دارن ترویج میدن اینه که آقا ملت بیچاره ریختن تو خیابون دارن کشته میشن، میگن مبارزه مسلحانه غلطه ها. بیایید همینجوری کشته شید، اشکال نداره، کشته بشید، نون میخواد گوله بهش جواب میدن. ولی مقابله مسلحانه، این از زمانی که وارد این کشور شدن از سال 57
تا امروز خودشون رو دار دستشون علیه مبارزه مسلحانه تبلیغ میکنن. الان من میبینم همه جا صحبت اینه که آقا مبارزه مسلحانه غلطه ها، مبارزه نباید. آقا پس چجور با دیکتاتور باید جنگید؟ با دیکتاتور اصلاحش میکنیم. اون میگه خاتمی میاد، خاتمی ها خیلی خوبه. آقا یه ساختمان کج و موج نمیشه اصلاح کرد. اگر اصلاحش کنی اون نیست. شما نمیشه دیکتاتور باشه و اصلاح بشه. دیکتاتور اصلاح شده و کجا دیدی شما؟ در کدوم کشور پیدا میشه؟ مگر البته میشه آقای زمانی در حال حاضر این که میگن ما مبارزه مسلحانه نمیخوایم، من یه دو پرستش سیاسی شده حتی برای کسایی که بیرون از ایران هستن. انگار یه پرستش سیاسی شده که بگن که مثلا ما آدم‌های متمدن و نمیدونم روشنفکر و روشنگری هستیم نمیخوایم. به قول شما ولی جواب اسلحه و گلوله کلام نیست که بخواد با کلام به یارو بگه تو خدا منو نزن. داره نابود میکنه، کف خیابون داره خون میریزه هر روز. دقیقاً اینه که این تبلیغ الان مدت‌ها هم دارن انجام میدن که آقا انقلابیون برن عذرخواهی کنن. خب همین موضوع من 40 سال دیگه هم به شما عرض میکنم که من به مردم الان بیام بگم آقایون برید عذرخواهی کنید که خامنه‌ای رو انداختید. لااقل اون زمان نمیدونم فلان چیز داشتیم، این الان هم نداریم. این منطقی که اینا دارن وحشتناکه که بیاید عذرخواهی کنید از این که تو سرتون میزدن، به سطوح آمده بودید و ریختید تو خیابون، بیاد بگید معذرت میخوام. این البته بعید هم نیست اگه دوباره تغییرات در این جامعه ایجاد بشه که یکی بدتر و بیشرفتر از این آدم بیاد، بعد بیان بگن که خب کسایی که سال 1400 بیرون ریخته بودید بیاید عذرخواهی بکنید دیگه، برای اینکه الان شرایطتون بدتر از اینکه شرایط ما امروز بدتر از سال 57 قبل از سال 57 شده. این دلیل بر این نمیشه که اونها اشتباه کردن. ما برای بهتر شدن این کارو کردیم، حالا دیگه نشده دلیل نداره که عذرخواهی بکنم. ما برای بهتر شدن انقلاب کردیم و تاوانش هم دادیم. اوایل این هایی که این همه الان حمید نوری مخافت داره میکشه، اینا جوانایی بودن که علیه دیکتاتور جدید بلند شده بودن. اون زمان عطا شروع شد، خمینی قدرت پایش محکم شد، شروع کرد به پیاده کردن حد قوانین شرع و حد و مزخرفات. گروه های مختلف شده. کردستان از یه ماه بعدش واقعا ما چی شد؟ گروه های مختلف، زندان ها پر خالی می شد. یعنی دهه 60 اتاق جا نبود از زندانی. اینا کیا بودن؟ اینایی بودن که مبارزه میکردن با دیکتاتور. مشکل این بود که ما اطلاعات نداشتیم، نمیفهمیدیم، جامعه کسی نبود به ما آگاهی بده، روزنامه‌ای نبود، حزبی نبود، هیچی نبود. ولی کار ما اشتباه نبوده و انداختن دیکتاتور. و مشکل اینه که ما دیکتاتور رو با دیکتاتور جانشین کردیم. سیستم نباید باشه که یک نفر تصمیم گیرنده باشه. سیستمی که تک نفری تصمیم گیرندش باشه آخرش همینه، یا میشه شاه یا میشه شیخ، هیچ فرقی نمیکنه. آدم خوب شما نمیتونی پیدا کنی. این اصلا و حرف مزخرفی هم هست که من دنبال آدم خوب میگم، معنی نداره. دنبال سیستمی باشیم که جلوی فردی را که بخواد خلاف کنه سیستم میگیره. سیستمی که مردم مطرح باشن، هر کسی هم در قدرت باشه، مدت محدودی کار خلاف هم کرد میندازنش. مطبوعات هم به عنوان سگ نگهبان اونجا هستن، هر حساب جنایت و هر کثافتکاری رو افشا میکنن. نه اینکه یه ابلهی رو باز بیانش 60 سال تمرگینه تو اروپا، اینا بیاید خب این بیاد که چه کار کنه، با چه تیمی میخواد چه، ولی همون داغ و درفش باباش رو بندازه. خب اگه بود که باباش فرار نمیکرد از اون مملکت. اینی که اینایی که واقعا یا خیلی بیشرفن تبلیغات اینجور چیزا میکنن، یا اینکه مزدورن و دار دست همین آخوندن و میخوان در بر همین پاشنه بچرخه. در صورت این سیستم ها ما نباید، ما سیستم رو عوض کنیم نه اشخاص رو. خمینی، خامنه‌ای، هر کسی. ببینید من یه کوتاه هم بگم تموم میشه. اوایل زمان شاه بود و زمان آخونده هر دوش. ما سر مثلا من یادم اولین حکم سنگسار یه آخوندی به نام فهیم کرمانی صادر کرد. ما گفتم آقا اینو باید کشتش که جرأت نکنن که همچین حکمایی صادر کنن.
ولی بحثی که این بود که آیا ما اینو بکشیم موضوع حل میشه؟ ممکنه اون ناخون بترسه، اون یکی نمیترسه انجام میده. ما باید سیستمی را بیاریم که اینجور افراد توش امکان رشد پیدا نکنن. ما زمان شاه ثابتی داشتیم، نصیری داشتیم، زمان آخوند لاجوردی داریم، خلخالی داریم. چرا؟ چون سیستم این افراد را رشد میده. اون سیستمی که به شما اجازه میده دست به جنایت بزنید چون میدونی کاریت نمیکنه. ثابتی میره آدم میکشه، کسی انجام میده. لاجوردی هم همینجور. سیستمی را نباید، اگر در اروپا الان یه همچی کاری بکنه کسی در سوئد، یخش میگیرن که آقا تو یه همچی حقی نداری، که یه همچی قدرتی هم بهش نمیدن، چون احزاب مخالف موافق چیزن وایستادن که آقا یه خطا تو بکنی بندازنه. ولی یه دیکتاتور بود و 50 تا چماق به دست دودش نکنیش انداختی، اینو فقط باید کشتش. اونم بکشی یه سیستم عینمونه بیاری، همون میشه که بردهدارهای قدیم شورش میکردن، بردهدار از بین میوردن، خودشون میشدن بردهدار. این سیستم ادامه پیدا میکرد. یک کدومشون ننشست بگه آقا سیستم بردهداری باش مبارزه کنید، نه برده و بردهدار. سیستم ما هم باید با سیستم دیکتاتوری، سیستم استبدادی مبارزه کرد. چه شیخ، چه شاهش، چه کمونیستش، چه لیبرالش، هیچ کدوم فرق نمیکنه. در جایی که یک نفر تصمیم گیرنده بود، یک حزب و غیر قابل تغییر، نتیجهش همین خواهد شد. قول علما و سلام. خیلی ممنون، مرسی، لطف کردید آقای زمانی ما را به برنامه همراهی کردید. امیدوارم که باز هم دعوت کردید. خیلی ممنون از شما که همیشه واقعا دعوت‌های ما رو جوابگو هستید و تو این برنامه ما رو یاری میکنید. خیلی ممنون و از همه بینندگان گرامی تشکر میکنم و ممنون که تو این برنامه با ما بودید و با کامنتاتون، با شیر کردن این برنامه برای آگاه سازی هرچه بیشتر مردم شما هم همراه ما هستید و ما را کمک میکنید. تا یک برنامه دیگه تشکر از شما بابت دعوتتون. یک جمله کوتاهی هم بگم. چند افراد مختلفی به حساب با من تماس گرفتن در مورد اینکه بیان تو این برنامه شما. بعد من بهشون چیز شما رو دادم که آقا این برنامه است و شما میتونید نظراتتون رو بگید. خیلی لطف کردید آقای زمانی. میترسن، مردم میترسن. افرادی هستن یارو از ایران با تلویزیون من و تو صحبت میکنه، با تلویزیون فلان، ولی میگی بیا تو این برنامه، میگه نه اینا خیلی موازشون تنده. وحشت دارن، چون میدونن که این جریانیه که دنبال چیزی نیست، دنبال این فقط اشاعه معرفت و آگاهیه. این مشکلی که و اینجور افراد کم، اینجور جریانات خیلی کمن، یعنی خیلی کم که تقریبا نیستن. همه یه شلاتمن مثل عباس فخرآور و نمیدونم سازگاوا و این تیپا هستن که از دو سره میخورن و هم از اون ور میخورن و یکی خانم مسیح نجات خودش ضد آخوند، شوهرش نایاکه. یه همچی تیپایی هم خصوصیان کردن. این که کار شما قابل عرض و قابل تقدیره. همه شما و گردانندگان برنامه‌تون خیلی ممنون. شما لطف دارید. ما هم کل تیم آوای بوف از شما تشکر میکنن که واقعا همیشه هر وقت از شما دعوت میکنیم هیچ وقت به ما نه نمیگید و شما هم خودتون مشتاق هستید که مردم آگاه بکنید، چه تو این برنامه چه برنامه هایی که خودتون دارید. آقای زمانی همیشه من میبینم که واقعا دست روی نقطه های خیلی مهم و اتفاقایی که تو این جامعه هست میذارید و برای آگاه سازی مردم و برای واقعا آگاه کردنشون تلاش میکنیم. ما از همه کسایی که واقعا قدم برمی‌دارن برای آگاهی هم استقبال میکنیم، هم تشکر میکنم. تو این برنامه هم بارها اعلام کردم کسایی که حتی مخالف حرفا و برنامه‌های من هستن، حتی کسایی که مخالف حرفای شما و بقیه میهمانان برنامه هستن، خودشون اعلام آمادگی بکنن بیان تو همین برنامه صحبت بکنن. ما هیچ محدودیتی برای هیچ کدوم از کسایی که میخوان تو برنامه ما باشن و صحبت بکنن نداریم و اینکه بیان فقط با یه کامنتی که شروع بکنن به بدگویی و نمیدونم چرا این حرفو میزنه، چرا اونو دروغ میگید. شما بیایید آنچه که شما میدونید ما با جان و دل میشنویم و با حتما هم بینندگان ما دوست دارن که حرفای بقیه هم بشنون و ما باز هم برای چندمین بار از همین دوربین از همه کسایی رو که
مایل هستن دیگران رو در مورد اطلاعات تاریخش که توشون بودن زندگی کردن و آگاهی دارن استقبال میکنیم، بیان تو این برنامه شرکت بکنن و ما حرفاشون رو بشنویم. خیلی ممنون از شما و همه بینندگان و تا برنامه دیگه، تا یک ناگفته های دیگر به خرد میسپاریم.